باز هم آمدیم به این درگاه آینه زندگی تا از تولید یک نمایشنامه تازه ایجاد و نقش هنرپیشه ها از این نمایشنامه شما را آشنا سازیم. سلام و درود میگویم به شما بینندگان گرامی. برنامه امروزه را با مهر و صمیمیت خاصه و با صحنه های جالب و دیدنی نمایشنامه پدر باید زن گیرد از تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی آغاز میبخشیم تا شما نیز فراغت خوبی داشته باشید. حالا باشد با یکی از هنرمندان حرفه‌ای این تئاتر، هنرمندی که در چندین فیلم ها در چندین نمایشنامه ها نقش آفریده است و به واسطه در این نمایشنامه یکی از نقش های مرکزی را آفریده است، صلاح‌الدین شکورов صحبت می‌آوریم. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امروزه. السلام علیکم تماشاچیان محترم، هواداران برنامه نقش. سلامت باشید. کمی اطراف نمایشنامه پدر باید زن گیرد که در ژانر مضحک روی کار آمده است. خب برای بیننده ما روشنی اندازید اصلا از روی کدام اثر مؤلف و کارگردانی کسبی این نمایشنامه صحنه گذاری شده است و ماهیت آن تا کجا میتواند به بیننده غذای معنوی ببخشد؟ یک کتاب به اثرهای درامنویسی تاجیک تبار ازبکستانی سرکارگردان تئاتر آوردند و اونجا صحنه‌های بسیاری جالب بودند. اکثریتش مسحک هم بود و فاجعه هم بود و فاجعه‌اش هم در قریب که در ژانر مسحک نوشته شده بود و همین یک خود سرکارگردان یک چیز ترجمه کردن، ماندن، بعد مردن خواب بیای خانه و این اثری که پدر باید زن گیرد اینا شادروان علاءالدین عبداللهیف ترجمه کردند و بهرام قربانزاده یکی از کارگردان‌های جوان و با استعداد تئاتر روی صحنه گذاشتند از روی اثر خورسند خالقов. تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با اثر نویسنده ازبک با دو اثر آن همین نویسنده رو آورد. اثر اول بعد مردن خواب بیای خانه و اثر دیگر پدر باید زن گیرد و هر دو اثر هم برای تماشابین ما واقعا نزدیک است. عرف و عادت تاجیکان و ازبکان یک است، رسم و رسومشان یک است و همه زندگیشان هم یک است و این اثرها هر دو اثر برای مثلا کشور ما، برای مردم ما نزدیک و پسند است. دراز کش میگویم و برای چی آخی؟ میگویم که دراز کش با همین بحانه او را میترسانیم و شاید که عقلش با جایش براید و بدون زن میکنی. دراز کش زودتر من میبورم گفتن و یا ترسان. السلام علیکم. و علیکم السلام بچه و علیکم. دادا تینجیست؟ بیمون شده؟ نه کتر تابم گریخت علامت پیری ده تشویش کشیر آمده بچه. نه دادا چی جای تشویش؟ اما که امید شما نقص هستید؟ تینج هستید؟ ماما هم نقصند؟ او پدرت نگاه کن پسرم زن یافت می شود لیکن پدر یافت نمی شود. افسوس افسوس افسوس. تینجیست چی گفت؟ آشنایان گفت خودش تنی تنها لیکن حالا برهم با قوت است. سلام یک علاجشان یا دعایشان گیر سواب میگیری سواب. نقشی که من آفریدم یک نقشی خیلی سرطلب است زیرا که همه مسئله ها و همه پیشامد های و همه گفته هایی که در نمایش پیدا می گردد با همین حامد با همین نقش من حل خودشون پیدا می کنند. من این نقشه نقص دیدم. من تصور میکنم که همین خیلی نقشی که برای کسی کمک میکند یا با کسی مهربانی ها دارد
دلش به کسی میسوزد، این یکی از خصلت‌های نجیب انسانی است و من همین چیز را به خوبی درک کرده ایستادم و خوب می شود. اثر پدر باید زن گیرد موضوع داغ روز را دارد. چی است موضوع داغ روز؟ ما بسیار وقت از حال کلانسالان واقف نمی شویم. آنها را به حال خود می گذاریم. نمی پرسیم که چی درد دارند، چی می خواهند. حتی فرزندان آنها نمی پرسند که شما چی حال دارید. و پدر می خواهد که فرزندان او از حال او خبر گیرند، از احوالش پرسند که پدر تو چی می خواهی. و خوشبختانه همین چیز رو نفر دیگری که در این صحنه عمل میکند، یعنی نقش برخی ولی شاه غلام حیدرов با موی سفید پیشکش میکند و موی سفید میگوید که من چطور با فرزندانم گویم که آخر من میخواهم زندگی نقص داشته باشم، اویله دار باشم، با کسی صحبت کنم. و خیریت که از در آمدن پسرش موی سفید اندک جان میگیرد و درد دل خود را رمزن با پسرش اظهار میکند. طبیعی است که خوشبختی همگان در آرامی و آسودگی و اعتماد و همدلی است. البته همردیف و همنشین یا خود دستیار نداشتن در زندگی بیشک کس را اندوهگین میسازد. موضوع اثر نیز مربوط به همین است. پس چرا فرزندان درد جانکاه یا خود رنج پدر را احساس نمی کنند و او را تنها میگذارند؟ ما از همون دردهای مثلا باطنی پدر عذاب‌هایی که هر روزه میکشد خبر ندارند به کدام و میآیند خرسندی میکنند. پدرم خرسند است که پسرش آمده است، دخترش آمده است، سر یک پیاله چای میشینند مثلا و میروند از قفای زندگی خودشان و موی سفید میماند تنها با همان خانه و با همان گلهایی که اویلش همراه زنش شینانده است مثلا همراه مادر ما و گفتگوی وی میماند با همین مشکلی مثلا تنهایی مشکلی بنهایت وزین است وقتی که آدم میتواند به مثلا سودایی برد، یعنی به دیوانگی برد و زندگی آنها که مثلا وی است آباد است. چند بار میگویند که بیا همراه ما زندگی، وقتی که موی سفید نمیخواهد اینا فکر میکنند که تمام موی سفید در خانه معقول است، مثلا در خانه زندگی کردن به وی فارم است، میخواد زندگی کردن گیرد. از خودت گپ زن، خانه تینج است، همه تینجند آخر. تینج نیست دادا. همین نبیرتون صابر جان 3 روز میشود که به خانه نمیآید. کار کرده است. اینجا که آمده بود. نه آمده است. برای چی کار کرده است؟ دادا همین نبیره با عقل شما دختری اشور رو میدید گفته 2 پارو با یک موزه انداخته است. یک فکر کنید دادا من آمده با همین یک بدمست خدا شوم. من راضی نشدم، راضی نیستم به خانه‌دار شدنشون. این عاشق نشده رو. و دختر را خدا دیدی؟ هر روز میبینم دادا. هر دختری که بد نیست، خوشروی نازنین، همین که مرا دید در رو السلام علیکم عمک جان گفته گذاشتم میرود پدر لعنت. آخه این تر باشد با گفته پسرت عمل کن. آخر برای چی وی را عذاب میدی؟ آخه پدرش عرق نوشد، گناه دخترش چی؟ تو پدرش را کلی نمی کنی کوبجم؟ همین شما هم عجایب آدم دادا. این؟ ولی من آدم عجایب بودیم ها؟ یک فکر کنید دادا. جیمشین آدم عجایب بودیم ها؟ صحنه‌های دقت جلب کننده پس از این لحظه نمایشنامه آغاز می‌گردد، زیرا فرزندان الکی از پی جستجوی همسرشونده پدر می‌گردند. ولی از شنیدن این قضیه شرافت دختر این خاندان به غضب می‌آید و مقابل این کار است. در هر یک اویله نه همه وقتی که مثلا میخواد اگر پدر یا
модар масалан шавҳар кардан бошад баъд аз падару як фарзанд зид мебарояд, як ё ду нафар албатта зид мебарояд. инҷо ҳам ду нафар аст, бинед ки ду нафар якташ розӣ мешавад, дигараш розӣ намешавад. шояд писар ба масалан вайаш наздиктар бошад, чунки мард аст, падар мард аст, уна настар мефаҳмад, духтар бошад, ина аз он ки хонаамон аз даст меравад, аз он ки ман чихелвая модар мегӯям, аз он ки ҳама масалан чизе ки бояд ба мо монад мерос ба вай мемонад, аз ҳамин шояд бошад ки шояд ҳисси рашк бошад ё якравӣ бошад. бубинед ки яъне ҳаёти мӯйсафедон, ҳаёти калонсолонро дар ёд дошта бошем, онҳоро ба зиндагӣ дилгарм кунем. ва ин мавзӯъ мавзӯи кӯчак нест. ана ҳамин ду мӯйсафеде ки дар намоиш синни соли 70 доранд, 70 соланд, ана ҳаминҳо боз дар ҳамин зиндагие ки давоми зиндагиашон ки хеле ба як камолот, як синни соли расиданд, инҳо аз якдигар фаромӯш нестанд. замоне ки ҳомид мешунавад ки дар як маҳфиле мешунавад, дар як маърака як чойнӯшӣ аст, чи аст ки ҳамин ҷумъабой мариз аст, бемор шудааст. ҳамун лаҳза мехезад, ҳамун соат ба хонаи ҳамин дӯсташ мебиёяд, аҳволпурсӣ мебиёяд ки ҷумъабой сиҳат аст, саломат аст. мегӯяд дар онҷо мардум гуфтанд ки ҷумъабой мариз аст, худот сиҳат саб саломат ҳастӣ. بعد میگه نه من صحت سلامتم و کسی گفته است خیلی نامعقول کرده است، یعنی نمیخواهند که مثلا کسل شدن. و عجایباتش این است که در همین لحظه هم در پهلویش می نشیند و همون فکرهایی که پیشتر داشتن همین فکرها را با اعلام میکند و از زنگیری دوستش جمعه‌بای پرسان می شود. پدرم زن میدی؟ چی؟ چی؟ توبه گوید؟ استغفرالله گوید؟ نه با پدرم زن میدیم میگم. التماس توبه گوید. وای منی سوده دادا جان، انا برای چیه شما دنگلکتک رقص کردیدن؟ وای من نفهمیدم منی سوده. دادا جان این مردم به حال ما میخندن. دادا جان اینا با ما چی میگویند؟ دخترم مردم به درون قبر من نمیدرویند. در روز قیامت از مردم نه، از من میپرسند، از من. اکا جون پیر شده دادا جان، اکا من راضی نیستم. نه این ارواح مادر جانکم اومده بالای سرتان چیری کده پرواز نکنند بازا دادا جان. دخترم اگر رحمتی مادرتان زنده می بود من اینقدر خوار نمی شدم. شمایان از من دور احوال مرا از کجا می دانید؟ خوار و زار شدن مرا دیده ارواح مادرتان نمی رنجد. هنگامی که فرزندان از پی خانه‌دار کردن پدر می شوند، در این حالت حیله و نیرنگ های شرافت آغاز می شود و می خواهد هرچی زودتر پدر را از زنگیری قیمام کند. چرا مثلا او در این حوله زن بیگانه را دیدن نمی خواهد؟ شاید او تنهایی پدر را احساس نمی کند. شاید شرافت بسیار خودپرست است. یگانه زن است در این خانه. مثلا یک پسر و یک دختر دارد و وای نمیخواهد که مثلا دیگر کس به اینجا مثلا همچون مادران در بیارند. بای به همون اسباب و انجام روزگاری که مادرش یک وقت با وای خوراک میپخت نمیدونم درز میدوخت یا یگان کار دیگر میکرد به همونها این وای شود. مهر پدرش نسبت فرزندان نه نسبت وای زن شود. شاید همین است که وای نمیخواد اینجا نمیخواد وای اصلا وای کردن دانستن و فهمیدن حالت پدر است. گفتگی هایم رو فهمیدم فراموش نکرده ایم. نه هیچی مصطفی جان همین خیل کنید که پدرم از زن خیماب شود. فهمیدم اپا جان اینو بینید، این حولی ها دیدید، این گل های بینید، این میوه های بینید، این دیوار در و دیوار بینید، اینو بینید. آبا اینجا یک زنی بیگانه بیاید با من چی میگوید؟ اپا جان
اپا جان همین خیل کنید که زنها در خواب شبشان ندرویند. Ну все. نه نگوید اپا جان، من با شما امیدی کلان دارم. Я поняла, все. Фамидам. Тебя почему ты плачешь? Как зан? آی جو یک زنی بیگانه بیاید با این حولی ما چکر باید نگویم. Ну все, моя хорошая, все. آمد Ки? دادا جان بیایید یا من آمدند اپا خونی من. Людмила Шакировна, как дела, бобой? Зур хастет? نغز شما نغزید بردم سیادت سلامته از بالا گذارید از بالا صفحه گذارید بشینید آخر. برابر دیدن مومای زلفیه، موی سفید یعنی پدر این خاندان در حال مفتون قد و قامت رسا و پاکدامنی او میگردد. هرچند قدوم این زن با این خاندان خوشبختی میارد، ولی مثلا برای مادر بزرگسال در این سن سال خانه‌دار شدن خیلی خجالت انگیز است. می‌تونه؟ بیننده اینجا هم دراماتورگ و هم اصلا اول دراماتورگ دو خصلت آورده است، خصلت دو زنه. هرچند که تماشابین میداند که مولوده شاکرانه اینجا بازی میکند برای که مستفید از نیتش گردد، چون که او را شرافت مجبور میکند و دو خصلت آورده است. یک خصلت این خیل زنه که شخشولی مثلا بسیار چیزی که همه چیزا میخواد مستفید در زیر مثلا فرمان وی باشد و زن دیگر که اینقدر با عفت است، شیرین زبان است و البته مثلا هر کس که باشد همه زنی که عفت دارد انتخاب میکند. بله وی رو انتخاب میکند. در پیری چی بازد برای برای چی؟ برای چی خیلی؟ نه آخه زمین کشد من مرمه این چی کاری کردم بودن؟ نه آخه من روزی شدم برای چی آخه ما هم آدم کو؟ بیبی جان مردم چی میگویند؟ من پسر دارم. من شرمنده میشم. راضی شوید ما خدمتتان میکنیم. یعنی راست گفتند دهانی کمبغل به آش رسد بینیش خون میشود. اکی جوما پسرم راضی نمیشود و شرمنده میشم. اکی جوما شما از پسرتون مصلحت پرسید، من از دخترم مصلحت پرسیم. آخر ما هم آدمیم کو. اینجا هم انتخاب کردن این مستفید کمپیر زلفیه رو در جوش است، چون که نمیخواد که میخواد یک زنه که مثلا بسیار از حد خودش حاضر زمان میگیرد و نیتاش بسیار نیتای وی است در خانه وی باشد یا که همسر وی باشد. وقتی که وارد میشود به حولی اوچه اشوربدمست یعنی بیبی همون کلینی که ما باید دختری که باید کلین کنیم، با برابر درآمدن وی موسفید حس میکند که یک نور درآمد شاید یک مهر درآمد به حولی، چون که دیدن برآورد الکی از نگاهش از مولوده شکر اون میکند و نزدی به اختیار نزدی همین کمپیری که اینقدر عفت دارد و شرم دارد، مثلا یک زبانی بسیار شیرین دارد، نزد این می آید و همون دیدن برآورد عاشق می شود به وی. هرچند شرافت میخواهد صد راهی این عملی نگردد، اما پدر بدون شک و شبهه میخواهد هر چی زودتر به این زن خانه دار شود. از این رو بیشتر به پسرش یعنی سلام اعتماد دارد و او را به خواستگاری روان میکند. همینطور نه؟ بله چون که از اول از مثلا سخنهای اولی که شرافت درباره زنگیری پدر میشنود و میگوید و زید است. برای همین وقتی که پیشنهاد میکند که من یک دوگانه دارم، این خیلی دوگانه و این خیلی است بسیار و علاوه است و میتواند که مادری ما شود و
مویسفید با شبهه نگاه میکند، میگوید که با من که فرق ندارد، باز نشود که پگاه گوید که یا من یا فرزندات. شما اینا بینید، رفته بینید و مثلا اول دیده محقول کنید، انا بعد برای من فرق ندارد. شد اینجا بیا بسام. سلام بای. روز یکشنبه امک حامیدت را میگیری و به خانهشون خواستگاری میروی. رازگی پسرشون میپرسی. تو هم شرافت همراهشون میروی. کجا؟ من از قولم نمیگردم. آمین. الله اکبر. در زندگی واقعی نیز باره به چنین حالت روبرو شده اید و این چندمین نمایشنامه مضحک هست که شما در آن نقش پسر را آفریدید و به پدر دستی کمک گرفتید. در زندگی مثلا حقیقی ما هنگام خواستگاری خدا را شکر این خیلی حالت ها نشده است، لیکن این صحنه است. در صحنه باید نمایش داده شود به طرزی مثلا چی گوییم، به طرزی بدیعی که با عزت نفس یگان کس نرسد، لیکن برای که مردم اینا خوش قبول کند، مسحکه به طرز مسحکه در یک چارچوبه معین پیشکشی تماشابینان کردن در کار است که تماشابین از این خلاصش برآورد. خیلی گفتم در زندگی ما نشده است. اشوربای، شما ناز میدانید که مادر ما رحمتی شدند. خدا رحمت. حولی کلان داریم، پدرم تنها عذاب میکشند. برای همین همراهی ها اما سلام بود. بود گپ درست شده. با تلگرام من نمیخونم. مختصر گوید، مختصر همین که پدری ما نیمتر، مادری شما هم نیمتر، امینا یک جا کرده بوتون کنیم گفته. تمام مادری من نیمتر سلام بای. اشور بای. در را شما علنگه نگیرید. کم تر وزنی شویده. سلام بای. بچه یک فکر کنید اشور بای. این آخر این عمر است. سودای عمر است. چی خیل سودای عمر. من اوچم را با بازار نبرآوردم. من کمیرسان نه، من اویاتر یگان خیل سودا نمی شود. در انتهای نمایشنامه شادی و طرب در این خاندان برافراخته، محبت و وفاداری پابرجا. کارگردان نیز عجب کاری خوبی کرده چنین نمایشنامه مضحک را منظور بینندگان گردانید. از بس که پسر میدانست که پدر انتظار است، نگران است، مثلا چی گویم چشمش چور است که حاضر می آیند و میگویند که تمام کار شد، برای همین خودداری میکند، به همه همین ها نگاه نکرده، مثلا یگان سخن کمتر درشتری ها که هر یک حالت هایی که آنجا می شود غیر چشم داشت، به همهش تحمل میکند و همه همینا گویم که قبول میکند و تا اینکه همین موی سفید اساساً موی سفید به همین ارزویش رسد که ارزوی چی همون خانه‌دار شدن به همین تنها نباشد موی سفید. موی سفید تنها نباشد. بله. چی گفت؟ راضی شدم. راست. قبلت ازت اشور. آفری ملدت. بگذار هر بیشان. هر چالشان تا شپیر گردن. مملکت آباد. خلق سر بلند. همیشه توی و تماشا باشد و همه را به توی دعوت کنید. بای روشن کش سرت بیار. آتوشا کشید.
برای صحبت امروزه به شما سپاس میگویم و امیدوار هستیم که باز در دیگر نمایشنامه ها چنین نقش های جالب رو می آفرید و دل راغبونتان رو شاد می سازید. سلامت باشید. با تماشابینان آینه نیلگون با آنهایی که تئاتر را دوست می‌دارند من گفتنیم که امروزها یک چند نمایش خوب داریم که برای تماشا مثلا در روی صحنه تئاتر لاهوتی می‌رود. مرحمت بیایید تماشا کنید چون که ما انسان ها غیر از اون که مهنت میکنیم که اینقدر کش و دو میکنیم باید راحت هم کنیم. راحت در کجا میکنیم؟ در تئاتر مثلا رفته یگان نمایش خوب تماشا میکنیم. جای اندیشه باشد اندیشه میکنیم. مثلا در باغ‌های استراحتی رفته استراحت میکنیم. در مثلا استراحتگاه ها رفته استراحت میکنیم. اگر تماشابینان تئاتر لاهوتی و دیگر تئاترها رو برای خود یک جای استراحت اگر انتخاب کنند ما هنرمندان از این خرسند میشیم چون که هر کاری که هنرمندان و کارکنان تئاتر میکنن این محض برای تماشابین است. سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه امروزه. بینندگان خوب و نیکبین تلویزیون سفینه ما نیز به شما تمنای آن را داریم که در خانه‌دانتان فیض و برکت و شادی ها فراوان باشد. خیر عزیزان دل و دیده.